متخصصا به من گفته بودن باید حتما رحم تو در بیاری. رحم من نه ها، این بیمار عزیزمون که مراجعه کرده. بریم ببینیم داستان چیه. من به خاطر مشکل کیست تخمدان، میوم و ضخامت دیواره رحم به جناب دکتر میرطاووسی مراجعه کردم. این مشکلات من باعث خونریزی شدید رحمی شده بود و به طور اینکه چندین ماه به طور پیوسته و بدون وقفه من خونریزی خیلی شدید داشتم. پزشک متخصص زنان با وجود درمانهایی که برای من انجام داد به نتیجه نرسید و نهایتاً بهم پیشنهاد داد که رحمم رو در بیارم. من جناب دکتر میرطاووسی رو از قبل میشناختم، به خاطر مشکل پنیک، لرزش و تپش قلب بهشون مراجعه کرده بودم و با طب سوزنی و کاشت نخ به نتیجه رسیده بودم. برای این مشکلم هم به ایشون مراجعه کردم. خدا رو شکر با اولین کاشت نخی که برای من انجام دادن